سلام دوستان، روزتون بخیر. امروز میخوایم راجع به طلاق و روند طلاق و دوره طلاقی که حالا در خدمتتون هستیم و روی سایت هست صحبتی بکنیم. این فایل مقدممون هست و به صورت رایگان در اختیارتون قرار خواهد گرفت و تو فایل های بعد قطعا ما سعی میکنیم خیلی کاملتر و ریزبینانه تر تمام موارد و مسائلی که مربوط به طلاق برای هر شخصی ممکنه لازم بشه رو توضیح بدیم. اول توضیح بدیم که برای طلاق چه اقداماتی باید انجام بشه. اولا طلاق ما چند نوع داریم: طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه یا همون زن و مرد. تقسیم بندی های دیگه هم وجود داره که ما توی ادامه فایل ها توضیح خواهیم داد، ولی چون این فایل رو قرار شد که خیلی کلی خدمتتون توضیح بدیم، سعی می‌کنم این موارد مهمتر رو خدمتتون عرض کنم. توی طلاق های توافقی زن و شوهر با هم توافق دارن، هم بر سر مسائل مالی هم بر سر مسائل غیر مالی. مثلا مهریه و حقوق خانم تکلیفش مشخصه، یا خانم قراره ببخشه یا قراره بخشش رو بگیره یا قراره تمامش رو بگیره که این رو با آقا با هم توافق دارن. حقوق غیر مالی هم مثلا جهیزیه‌ای که حالا میتونه مالی حساب بشه ولی خب جزء مهریه و نفقه و مسائل این چنینی نیست، یا حضانت فرزندان. راجع به تمام موارد باید زن و شوهر با هم توافق کنن و بعد برن دفتر خدمات قضایی دادخواست طلاق توافقی رو تقدیم کنن. در حال حاضر در خیلی از شهرهای ایران برای ثبت دادخواست طلاق انجام مشاوره پیش از طلاق الزامیه، پس باید اون روند رو هم از طریق سامانه مسیر ثبت نام کنن، طی کنن، نامه رو از وارد مشاوره بگیرن و دفتر خدمات قضایی و دادخواستشون رو مطرح کنن. اونجا جلسه دادگاه تشکیل میشه و با توجه به توافق طرفین اون رأی طلاق میاد صادر میشه. خب این قطعاً راحت ترین نوع طلاقیه که میتونه وجود داشته باشه و دردسر خیلی کمی داره. و گاهی اوقات که طرفین با هم دیگه توافق دارن تصمیم میگیرن که آقا به خانم وکالت در طلاق بده تا این روند سریعتر انجام بشه، که واقعا هم این تاثیرگذاره و باعث میشه که این مدت زمانی که برای طلاق حالا وجود داره 1 ماه 40 روز با سرعت بیشتری انجام بشه. و حالا خیلی از شعبات هم خودشون سفارش میکنن که این کار انجام بشه که کار و پرونده راحت‌تر انجام بشه. بعد از اینکه رأی طلاق صادر شد با توجه به توافق طرفین اون موارد تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی رو طرفین میرن از خودشون این حق رو سلب میکنن و رأی قطعی میشه، ارجاع میشه به دفتر خونه طلاق و طلاق رو ثبت میکنن. این راحت ترین نوعه. گاهی اوقات آقا میخواد همسرش رو طلاق بده و خانوم مخالف این طلاقه یا مخالف اینه که حقوق مالیش پرداخت نشه و طلاق بگیره. اینجا آقا باید اون مسیر مشاوره رو طی کنه و بعد از اون بره دادخواست طلاق درخواست زوج بده از طریق دفتر خدمات قضایی. حالا اینا تمام موارد بر اساس اینه که شما نمیخواید وکیل بگیرید و میخواید خودتون این پروسه ها رو انجام بدید. توی موردی که آقا میخواد طلاق بده باید حق حقوق خانم رو یا کامل پرداخت کرده باشه یا نسبت بهش تعیین تکلیف شده باشه. مثلا راجع به مهریه رأی اعصار صادر شده باشه، راجع به نفقه خانم حکم به بی‌حقیش صادر شده باشه، جایزه خانم مسترد شده باشه و موارد دیگه. راجع به حضانت هم اگر طرفین با هم توافق نداشته باشن تا زیر 7 سال حضانت با خانم هست، چه پسر باشه فرزند چه دختر. بالای 7 سال هم حضانت با آقا هست. نفقه فرزند هم هر سنی که داشته باشه با آقا هست و باید پرداخت کنه و خانم هم میتونه از طریق شورای الاختلاف بابت نفقه فرزندش اقدام کنه و اون رو پیگیری لازم رو براش داشته باشه. حالا اگر خانم بخواد برای طلاق اقدام کنه، در روند قبلی این بود که آقا بخواد این کار رو انجام بده که گفتیم مسائل مالی مشخص میشه، غیر مالی مشخص میشه، رأی صادر میشه، 2 تا اختیاریه به خانم داده میشه از طریق دفتر ازدواج و دفتر ثبت طلاق و بعد از اون آقا میتونه اون طلاق رو هم ثبت کنه که معمولا این طلاق رجعی هست. طلاق رجعی هم به این صورته که حالا صیغه طلاق خونده میشه، ابتداً 3 ماه میگذره، عده خانم تموم میشه و بعد از اون طلاق به صورت رسمی تو شناسنامه ها ثبت میشه. حالا مهمترین بحث ما اینه که خانم بخواد از همسرش طلاق بگیره و اجازه همسرش رو نداره، موافقت همسرش رو نداره. واقعا این بحث خیلی پیچیده است. ما شرایط 12 گانه و بندهای 12 گانه رو تو سند ازدواج داریم که آقایون معمولا امضا میکنن که اگر اونها محقق بشه به خانم حق طلاق داده میشه و اگر نشه خانم باید بیاد بگه آقا مثلا من تو شرایط اسرارج و سختی هستم یا میخوام مهریه‌مو ببخشم یا بخششو میبخشم که این کراهته و اسر و حرجه رو به دادگاه ثابت کنم که بتونم این حق طلاق رو بگیرم. واقعا این مسائل پیچیده است. ما توی فصل‌های بعدی و سرفصل‌های بعدی کاملا
و جامعاً توضیح دادیم راجع به این موارد. اگر دوستان به اون سرفصل هم مراجعه بکنن کامل میتونن یاد بگیرن که چه مواردی دارن، چه حقوقی دارن. خیلی از خانم ها نمیدونن، مثلا نمیدونن که اگر همسرشون یک بار کم رفته باشه و سابقه کمپ اعتیاد داشته باشه، کمپ ترک اعتیاد داشته باشه، خب براشون حق طلاق ممکنه ایجاد بشه. یا اینکه اگر آقا سوء رفتار داشته باشه، دست به زن داشته باشه. موارد پزشکی قانونی ما خیلی راهکارها رو سعی کردیم یاد بدیم. خیلی مواردی که حتی خانم این حقوقش رو اصلا نمیشناسه و اگر بدونه میدونه که حالا متوجه میشه که میتونه با این مواردی که داشته طلاق بگیره و تا الان فکر می‌کرده که دستش خالیه و هیچ دلیلی نداره. این فایل تا همینجا بمونه. ما سعی می‌کنیم تو فایل‌های بعدی مفصل و کامل توضیح بدیم و وارد جزئیات خیلی خیلی بیشتری بشیم و تمام موارد رو مطرح کنیم. هرچند که این دوره مربوط به طلاقه، ولی من سعی می‌کنم راجع به مهریه، نفقه و حقوق دیگه خانم، حضانت و موارد دیگه هم توش توضیح بدم که کسی که این دوره رو تهیه می‌کنه خیلی اطلاعات ناب و کاملی رو به دست بیاره. روزتون بخیر.